ای فرزند آدم، ای عبدالله، اگر بدانید که در زیر تحت نظری نواربردار قرار دارید، بیشک کوشش میکنید با میل تمام همه خصلت‌های خوب خود را به نمایش گذارید. زیباترین لباس را اختیار میکنید، مقبولترین رفتار خواهید کرد و از صادر کردن خطای البته میترسید. بله، میترسید که خطای سر زند، چون که او را همگان تماشا میکنند. بعداً کوشش هایتان بی جواب میمانند. اما از الله خود که نواربرداری بالاترین و اعلا است، که نوارش یک لحظه هم خاموش نمی گردد، ثبتهایش تا روز قیامت نگاه داشته شده، کاهش نمی یابد و از روز به دنیا آمدن تا روز مرگ یگان لحظه از مد نظری نواربرداری الله دور نمی گردید، نمی ترسید. لباس زیبای پرهیزگار تقواست، آن را اختیار نمی کنیم و از تحت نظر تماشابین بالاترین و اعلا قرار داشتن اندیشه نمی کنیم. حال آن که به هر یک عمل خیر با درجه ها جواب خواهیم گرفت و برعکس عمل جزا خواهیم گرفت. ای فرزند آدم، ای عبدالله، باقی قضاوت برای هر یک ما.